ساکنان این حولیچه را که می‌بینید یک باره باز 3 نفر زیاد شدند. اکنون به ضمن 22 نفری که تا حال در اینجا میزیستند باز 3 نفر دیگر خدیجه، کبریا و حسین جان علاوه شدند. خداوند به دختر این خاندان شیرین ماه علیوه از دهه زرکمر ناحیه فیض‌آباد یک باره 3 کودک داد. هرچند آنها همگی 4 ماهند ولی از نبودن شرایط زیست اذیت میکشند. زیرا از بابای و بیبیشان سر کرده تا پدر و مادرشان و دیگر ساکنان حوله که از 5 عائله عبارتند همگی در 4 حجره استقامتی زندگی دارند. همچنین در این خاندان باز یک دختر معیوب گروه یکم هم هست که سنش از 30 گذشته است. این عائله بزرگ از چه شکایت دارند؟ گوش می دهیم به سخن مادر این کودکان شیرین ماه که تا تولد سگانیکا در کابینت خدمتی کمونالی ناحیه چون نظارتچی فعالیت داشت و پدر سگانیک امرالله که کارمند میلیتسیا است. هر ماه همی یک ماه یک بار همی 300 سری هر یک کدومش 100 سمی تا یک سالگیشون گفتن که اوخی هیچ نمیشه. من روزش ده هم یادم 140 روزش ده رسخود میکنم. تا شیر میگیرم، پامپرس میگیرم، خیلی داروشون بود پرابلم نیست. پنسه پدرم دمیو رفته است، ای مادرم دمیو رفته است، معاش مردم هم دمیو رفته است، هیچ دایره نمیکنم خیلی. بعد مسئله زندگی همین جای همین منزل استقامتی هم بسیار تنقشی سخت. ما هم 5 عائله در این خانه زندگی میکنیم. نفر گفتین در اینجا. اوخه همین روز دیگه شرایط زندگی ما نمونده. انا که چند مراتب عرضه می نویسن فقط وعده. همین وعده میفهمیم، وعده میکنن که میشه. همین 4 ماه شده عرضه نوشته استیم. هر روز دادن در حکومت. یا اون کس عرضه ما را با نظر نمیگیره. هم خمیر میم مجلسو میریم. هیچ که به نظر نمیگیره. در دیگه ناحیه ها میسی نگاه میکنی اما هم خیلی 3 گونی که 4 گونی کار خانه تامین میکنن. گاو میتن یگم بسیار خدمت میکنن. در اینجا یگم کس نمیگه شما کیه. ما میبینیم همین وضعیت همین خانه و حوالی مرا که خیلی تو همین درجه را پس شدگیم که همین را تعمیر کنه میتونیم. اما در حکومت ناحیه فیض‌آباد این گفته ها را رد میکنند. در حقیقت برای آن مادری که کودکای سگانیک تولد کرده بودند از دهه زرکمر جماعت دهات مسکین‌آباد پیوسته کمک‌های زیاد میرساند مقامات محلی و حکومت دولتی ناحیه از جمله با قرار رئیس ناحیه هر ماه برای کودکای وی تا 300 سومانی مبلغ‌ها کمک میرسانند. زمستانی سپری شده با انگشت تامین کرده بودن این عائله را. بخش کار با زنان و عائله نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی وابسته شده است و منتظم خودی به واسطه خود رئیس بخش گلناره خلیفه‌ایوه با او میخورد از احوال فرزندانش و خودی مادر خبر گرفته می ایستد و حتی من با شیری صنعی مادر طلب کرده بوده است تامین میکردند. این مقامدار ناحیه فیض‌آباد میگوید که مسئله دادن قطعه زمین به این عائله الکی حل شده در حال اجرا است ولی والدین سگانیک میگویند که حکومت ناحیه وعده خود را اجرا نمیکند. رئیس ناحیه خودش گفت که می 2 سوتی زمین در درون شهر میتیم. این اکای بان 4 ماه گذشت یه جوری نیست که می زمینشون تامین شم مادر گفت که با زمین که دادیم خودمون همه چی تامین میکنیم. این 4 بان 4 ماه گذشت یه جوری نیست که شما از رئیس ناحیه رفتین؟ رفته بودم من چند بار رفتیم. هر شنبه قبول شدیم میریم. قبول رئیس چند بار میرم. خودش میره و ما میرم.